الحمد لولیه و الصلاة و السلام علی نبیه و بعد. عزیزان گرامی، با درس چهارم از دروس قاعده نورانی با شما هستم. در این درس انشاءالله العزیز خدمتتان حرکات بیان خواهد شد. حرکات یعنی زبر، زیر، پیش. در زبر دهن کاملا باز می شود و در زیر لب پایین که است پایین تر می شود و در پیش لب غنچه یعنی گرد می شود. خب در دو جای لب گرد می شود، یکی در واو و یکی هم در پیش. غیر از این دو جای در هیچ جای لبها گرد و غنچه نمی شود. متوجه این مطلب باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس چهارم حرکات. همزه زبر ا، همزه زیر ای، همزه پیش او، ای، او. الفی که در بالای آن حرکت داشته باشد او همزه می باشد و الف هیچگاه حرکت نمی داشته باشد. به اون اساس این همزه هست. همزه زبر ا، همزه زیر ای، همزه پیش او، ای، او. ها زبر ها زیر هی، ها پیش هی، هو. عین زبر عین زیر عی، عین پیش عو. ح زبر ح زیر حی، ح پیش حو. غین زبر غین زیر غی، غین پیش غو. یک مطلب دیگر را هم بدانید، زمانی که حروف تفخیم باشد زیر بیاید باز هم اون 50% به اصطلاح تفخیم میماند. تفخیم یعنی پر خوانده می شود. 100% باید در زبر در پیش پر خوانده شود، اما در زیر که میاد تقریبا 50% پر خوانده می شود، 50% باریک می شود. خا زبر خا زیر خی، خا پیش خو. قاف زبر قاف زیر قی، قاف پیش قو. کاف زبر کاف زیر کی، کاف پیش کو. جیم زبر جیم زیر جی، جیم پیش جو. همچنین یک چیز دیگری هم متوجه شیم، زمانی که دو حرف خوانده می شود باید او حرکتش هم داده می شود. مثلا شین زبر شین زیر شی، یعنی ببینید شی تا اینکه حرف سومی خوانده شود باید این حرکت و همچنین زبر و زیرش باید داده شود که تا اینکه مبتدیان خوب درست‌تر را تلفظ کرده بتوانند و هیجا خیلی مهم است. شین پیش شی شو. یا زبر یا زیر یی، یا پیش یو. ضاد زبر ضاد زیر ضاد پیش ضو. لام زبر لام زیر لی، لام پیش لو. نون زبر نون زیر نی، نون پیش نو. را زبر را زیر
را ری را پیش رو را ری رو قا زبر قا قا زیر قی قا قی قا پیش قو قا قی قو دال زبر دا دال زیر دی دا دی دال پیش دو دا دی دو تا زبر تا زیر تی تا تی تا پیش تو تا تی تو صاد زبر صا صاد زیر صی صا صی صاد پیش صو صا صی صو سین زبر سا سین زیر سی سا سی سین پیش سو سا سی سو زا زبر زا زا زیر زی زا زی زا پیش زو زا زی زو ضا زبر ضا ضا زیر ضی ضا ضی ضا پیش ضو ضا ضی ضو ذال زبر ذا ذال زیر ذی ذا ذی ذال پیش ذو ذا ذی ذو ثا زبر ثا ثا زیر ثی ثا ثی ثا پیش ثو ثا ثی ثو فا زبر فا فا زیر فی فا فی فا پیش فو فا فی فو واو زبر وا واو زیر وی وا وی واو پیش وو وا وی وو با زبر با با زیر بی با بی با پیش بو با بی بو میم زبر ما میم زیر می ما می میم پیش مو ما می مو. این بود درس چهارم حروف حرکات که مختصرا خدمتتان بیان و تلفظ شد و شاگردان عزیز هر حرف را خوب بخوانند و خوب تکرار بکنند تا اینکه درست بیاموزند. خداوند عز و جل برای همه من و شما یادگیری درست قواعد قرآن کریم و درست خواندن قرآن کریم را نصیب بفرماید. آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.